کسی که مدعی پادشاهی ایران هست همسرش بانوی اول یک کشور تاریخی، با فردی که یک پورنستار هست. رفتم سابقه شو در آوردم تا مرلی، در 3 کشور 3 ماه باش سفر کرد تنها. چنین فرد سالمی بانوی اول بشه برای ایران. آقای محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران بخش عمده ثروت 35 میلیارد دلاری خودش رو در بانک سوئیس گذاشته. حساب کنید در 40 خورده سال گذشته 35 میلیارد فقط سودش چقدر شده در این بانک. این جدا از 62 میلیارد کشی که با خودش برد، جدا از 150 میلیون دلاری که در اسنادی که CIA منتشر کرد در کتاب آقای عباسی میلانی هم به یک رقم اشاره شده، اینها همه با سند هست. حالا اومدن یه خونه 3.5 میلیون دلاری رو گذاشتن که مردم بگن این پسر شاه ببین در چه خونه‌ای زندگی میکنه، چقدر مظلوم نمایی. خیلی از اینا بیشتره. ثروت میلیاردی بعد بیا یه خونه 3 میلیون دلاری نشون بدی اینجا زندگی می‌کرد، داره میفروشه، رابط پول نداره. چنین فرد سالمی بانوی اول بشه برای ایران و چنین فرد فاسدی به لحاظ مالی که پولهای حتی CIA رو همه رو حیف و میل کرده، پشت سر خودشون رو ببینن تاجگذاری در ایران رو نخواهند دید.